آقا سلام ارادت، من آریان تبریزی هستم. خدمت تمام دوستانی که حالا این اولین ویدیویی هست که داخل کانال دارن تماشا میکنن. من آریان تبریزی در رشته بیزنس منیجمنت در شهر زیبای تریسته نزدیک ونیز که قرار دارم تحصیل میکنم و امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی جالبی باهاتون صحبت کنم و تصمیم گرفتم که در واقع این ویدیو رو من تو 3 روز طول کشه تا بگیرم. یه بار این میکروفونه که من الان دستم دارم صحبت میکنم شارژش تموم شد و دمجش شدم برگردم خونه دیگه تاریک شد و اینا. الان من دانشگاه میکروفونا همراهم بود، گفتم هنوز هوا تاریک نشده توی این غروب خیلی زیبا. البته نکته جالبم بهتون بگم، همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم ساعت تقریبا 8:30 الان 8:30 شب، همچین هواییه. خیلی جالبه. من میدونم ایران فکر میکنم دیگه الان ساعت 7 شب هوا تاریک میشه. با خانواده که صحبت میکنم 7 شب دیگه 8 شب تاریکه. اینجا تازه 8:30 الان اینجوریه. ساعت 9 9:30 10 ایناست که دیگه هوا تاریک میشه. خلاصه یه خبر خیلی مهم و همینطور متاسفانه ناراحت کننده به گوشم رسیده. خواستم خیلی سریع داخل یوتیوب اشتراک بذارم تا شما رو مطلع کنم. الان که میخوام توضیح بدم انقدر اینجا هوا گرمه که اصلا نمیتونم نه بشینم، فقط در تحرکم. واقعا الان فکر میکنم هوا 30 درجه 33 درجه است، منتها رطوبت انقدر زیاده چون نزدیک دریاییم، واقعا این قضیه رو سخت‌تر میکنه. خب خبر مهمی که من شنیدم راجع به استان پیومونته هست که دانشگاه تورین و پولیتو شاملش میشه. متاسفانه خبری که اتفاق افتاده و من شنیدم از این قراره که یک سری از دانشجویان ایرانی بسیار زیادی اجاره نامه و فیش حقوقی جعلی و همینطور اجاره نامه جعلی درست کردن و از کانال ها و گروه های تلگرامی خریداری کردن که متاسفانه تمامی اعداد و نوشته ها یه سری از دانشجوی ایرانی یکی بوده و خب اداره بورس متوجه این قضیه شده و ازشون درخواست کرده که باید شما پول بورستون رو برگردونید و حالا یک سری جریمه‌های اضافی بهشون گفته. خب این داستان خیلی ناراحت کننده از این بابت که من این احتمال رو میدم چون تعداد خیلی زیادی این اتفاق افتاده، این ممکنه که برای سالهای بعدی مشکل ایجاد کنه که سختگیرتر بشن و خب اذیتشون کنه یا خودی. من پیشنهاد میکنم که بهتره شما حتی اگه در اولین اولویت هم اینه که شما اصلا به قولی مدارک جعلی ارائه ندید. اینو من به همه میگم برای اینکه واقعا یه شوخی بردار نیست و ممکنه اتفاقای تلخی بیفته و همینطور اگه شما بتونید از دستش به قولی خلاص بشین و از زیر کار در برین، این واسه تاریخچه این قضیه بده. یعنی بچه‌های سال جدیدی که قراره وارد بشن این قضیه واسه شون سخت‌تر میشه و هر سال اگه سخت‌تر بشه این معلوم نیست قضیه حالا این گافی که پیدا شده تا کی میتونه به قولی ادامه داشته باشه. چون ممکنه که من بحث‌هایی شنیدم که ممکنه اگه این اتفاق زیاد باشه حتی بورسیه دیگه ندن و خب ممکنش هم هست، چون اگه خب ببینن که اینقدر دارن مدارک جعلی ارائه میدن همه الکی و این اتفاقا هست، خب ممکنه واقعا اونا متوجه این قضايا بشن و دیگه بورسیه رو ندن. پس بهتر از اینه که در اولویت اول شما هیچ مدارک جعلی ارائه ندین. و خب من درک میکنم که خیلیاتون پدراتون یا حالا سرپرستاتون شغل‌های آزاد دارن و خب این خیلی سخته که تا شما بخواید فیش حقوقی ارائه بدید. من بازم میگم اولویتم اینه که شما حتی اگه شغل آزاد دارن شغلشون اگه به قولی مغازه‌دار هستن برن تو سنفی که کار میکنن بگیرن فیش حقوقی رو، ولی در حد امکان از دوست و آشناهایی که داخل کشور شرکت دارن و حالا چیزی
از اونا سعی کنن به قولی یه فیش حقوقی بگیرن تا این اتفاقات حداقل نیفته، ولی بازم من اینو پیشنهاد نمیدم. صرفاً فقط و فقط به نظر من شخصه بهتره که این کارو بکنن تا اینکه از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی خریداری کنن که حالا این اتفاقات بیفته. صرفاً من داخل این ویدیو خواستم این اطلاعات رو خدمتتون عرض کنم. من حالا شرایط ویدیویی گرفتنم هم میخوام بهتون نشون بدم. لپتاپم اینجاست، پایه من یعنی دقیقاً بالای صفحه لپتاپ قرار داره یا روی اینجا میذارم. شما لطفاً نگاه کنید. واقعاً دیگه این ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب و همه چیز داشته باشه، چون واقعاً در شرایط سخت دارم ویدیو میگیرم. هوا بسیار گرمه و اینم شهر زیبای تریسته. فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض کنم تا حداقل دوباره این اتفاقای تلخ پیش نیاد و برای بچه‌های سال جدید هم مشکلات سخت‌تر نشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هر نکته جدید و هر موضوع جدیدی به گوشم برسه سریعا ویدیو میگیرم و خدمتتون عرض میکنم. ببینید که این قضیه چقدر میتونه جدی باشه و خطرناک. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بهترینا رو واسه همه آرزو میکنم. بدرود.